وزارت داخله آلمان در پاسخ به خبرگزاری KNA گفت که هواپیمای حامل 46 شهروند افغانستان روز چهارشنبه در برلین نشست کرد. به گفته وزارت داخله آلمان، همه این افغانها در برنامه پذیرش فدرال آلمان وعده پذیرش دریافت کرده اند. بر اساس معلومات این وزارت، هنوز هم حدود 350 نفر که از برنامه پذیرش فدرال و برنامه کارمندان محلی سابق وعده پذیرش دریافت کرده اند در پاکستان به سر میبرند. در مجموع 4 برنامه مختلف برای پذیرش افغانها در معرض خطر در آلمان وجود داشت. در کنار برنامه پذیرش فدرال و برنامه انتقال کارمندان محلی سابق، یک برنامه موقت دیگر و همچنان یک لیست حقوق بشری برای پذیرش وجود داشتند. حکومت کنونی آلمان در زمان شروع کار خود اعلام کرد که همه برنامه‌های پذیرش داوطلبانه را تا حد ممکن متوقف می‌کند. حکومت آلمان حالا می‌گوید که تنها آن افغان‌هایی را اجازه سفر به آلمان می‌دهد که وعده پذیرش الزام آور حقوقی دارند و روند بررسی‌های امنیتی را سپری کنند. حکومت گفته که وعده‌های پذیرش شمار دیگری از آنها از نظر حقوقی الزام آور نیست و به آنها پاسخ رد داده شده است. سازمان حامی پناهجویان از حکومت یک بار دیگر خواسته است همه افغان‌هایی را که در گذشته وعده پذیرش دریافت کرده اند اجازه سفر به آلمان بدهد. این سازمان گفته است که افراد متأثر شده در خطر اخراج از پاکستان به افغانستان قرار دارند.